برادران و خواهران عزیز، این پیام را حتما به دوستانتان هم بفرستید تا در ثواب آن شما هم شریک باشید. وقتی گناه در بین مردم عام شود، عظمت و بزرگی آن گناه در قلب انسان باقی نمی ماند و به مثل نوشیدن آب آسان می شود و حتی گناه بودن آن را هم احساس نمی کند. پناه به خداوند. از جمله آن گناهان گناه دروغ 1 اپریل است که اگرچه دروغ گفتن گناه بزرگ است، ولی عظمت و بزرگی گناه آن از قلبها رفته و به مثل نوشیدن آب آسان شده است. خصوصا در بین دانشجویان دانشگاه ها و طلبگان مکتب های تحصیلات عمومی که پسرها با هر گونه دروغ‌های بافته خود دخترها را می‌خندانند و به گپ می‌درآرند. این یک دروغ آنها جوانان را به چند گناه دیگر هم می‌کشاند. بیخبر از آن که دروغ گفتن یکی از نشانه‌های منافقان و گناه بزرگ بوده، خداوند دروغگویان را دوست نمی‌دارد. بعضی ها برای دروغ گفتن خود بهانه می تراشند که این دروغ نیست بلکه شوخی است، ولی تمام فقها و مجتهدین امت بر حرام بودن دروغگویی اتفاق نظر دارند، چه با هزل و شوخی باشد چه بغیر آن. برای حرام و ناجایز بودن دروغ گفتن، چه با هزل و شوخی باشد چه بغیر آن، دلیل های بیشمار وجود دارد. ولی فکر میکنم برای انسانی که به خدا و روز حساب و جزا باوری دارد، یک حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کفایت میکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ویل است برای کسی که دروغ گفته مردم را میخنداند، ویل است برای او، ویل است برای او. روایت احمد، ترمذی و ابو داود. ویل وادی است در جهنم که سختترین عذاب در آنجا می شود. پس ای برادر و خواهر عزیز که 1 اپریل گفته دروغ می گویی، از الله نمی ترسی؟ خدا و پیامبر تو دروغ گفتن را نکوهش کرده منع فرموده اند. پس چرا تو تقلید از فرهنگ غرب کرده خدا و پیامبرت را نافرمانی میکنی؟ آیا فرموده های خدا و پیامبرش صلی الله علیه و سلم برای تو هیچ ارزشی ندارد؟ چگونه خود را مسلمان می شماری در حالی که خدا و پیامبرت را نافرمانی میکنی؟ برادران و خواهران عزیز، بیگانه پرستی بس است. این دروغ 1 اپریل فرهنگ ما نیست. تقلید از فرهنگ بیگانگان ما را از فرهنگ اسلامی دور و بیگانه می سازد. خوب به یاد داشته باشید. و السلام علی من اتبع الهدى. بر بگرد ای طالب حق سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. بر حذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.